بالخصوص در رأس اینها دور شرافت مجلس باز میگم، دور شرافت خانه پروردگار باز میگم، تلویزیون کثیف مردارخور طلو که به نام تلویزیون مردگوا مشهور است. ای چی میکنه؟ زن کت شوی مندازه، شوی کت زن، دختر کت ننه مندازه، ننه کت دختر، بچه رکت بابا مندازه، بابا رکت بچه. امروز کتجی جور شد، سبا کتجو جور میشه. این ایلا پوره بگی ارامی خود او سپر تو دیگر که ننش کتجو جور میشه. او فقط اینی میره به مردم نشان داده میرن. اینی فرهنگ است، اینی انسانیت است، اینی مسلمانی است و اینی حکومت بی غیرتی است که مثل که گفتن که کرزی صاحب باید دم روی رسانه ها را بگیره. او بیچاره که در طول 13 سال نگرفت، آل چی بگیره؟ آل خود او که از فرق میگه پرید مرپلو، کرزی صاحب بیغم مرپلوای تزده براله. آل دیگه گپ از گپ تیر شده. مخدوم رئین خدا به عذابهای سخت انشالله معذب خواهد کرد. این مخدوم رئین بدبخت یک روزم نگفت، یک رسانه را جلوش نگرفت که تو چرا من حیث یک انسان، من حیث مسلمان، من حیث افغان، یک دختری که سرش لچ است، یک دختری که قولایش لچ است، تو او را در مجلس میکشانی، در محفل میکشانی، رقص میکنه، بازی میکنه و تو تلویزیون به نام افغان و به نام مسلمان در خانه های کل افغانا تو یک تک رقاصه ها و یک تک مبتذلات را پخش میکنی. آیا تو مسلمان هستی؟ آیا تو افغان هستی؟ تو را چیشه نمیگیرم. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. از تمام رسانه ها رئیسشان کی است؟ مخدوم رئین است. اگر مخدوم رئین جلو اینها را نمیگیره، بر علاوه که کرزی خدا جزا خواهد بده به خاطر رئیس کل است و در رأس ایرون به بسیار عذابای خطرناک خدا مبتلا میکنه. مخدوم رئین بدبخته به خاطر چرا جلو نمیگیره؟